اسرائیل عجیبترین کشور دنیا، کشور پر خوش اومدیم به چنل تندر که در این ویدیو میخوایم جذاب‌ترین رو در مورد این کشور بررسی کنیم. بزرگترین ارتش زنان جهان، اسرائیل تقریبا میشه گفت بزرگترین ارتش زنان رو توی جهان داره. برخلاف بیشتر کشورهای جهان، خدمت سربازی برای زنان در اسرائیل اجباریه و باید از 18 سالگی برای سربازی اجباری ثبت نام کنند. این الزام در سال 1948 برای تمام زنان اسرائیلی و یهودی اعمال شده. هدف از این سیاست ترویج برابری جنسیتی و تشویق زنان برای مشارکت در ارتشه. جالبه بدونید بر اساس آمارهای جهانی در سال 2017 اسرائیل 8مین کشور امن جهان برای زنان بوده. بوسیدن زمین هنگام ورود به اسرائیل. جالبه بدونید وقتی یهودیان پاشون رو توی خاک اسرائیل میذارن، تعظیم میکنن و زمین رو میبوسن. سنت بوسیدن زمین به هزاران سال پیش برمیگرده. یک خاخام برجسته یهودی این عمل رو با استناد بر تورات و سایر کتاب‌های مقدس یهودیان به صورت یک مستند ساخته. بوسیدن زمین نماد وفاداری و عشق یهودیان به اسرائیل و بازتابی از باوریه که مبنی بر این اسرائیل سرزمین مقدسیه که توسط خدا به اونا هدیه داده شده. اسرائیل بزرگترین شهر وگان جهان. جالبه بدونید اسرائیل یکی از بزرگترین کشورهای جهانه که اغلب مردم اون گیاهخوار هستند. اگه از تل‌آویو بازدید کنید خواهید دید که محصولات حیوانی و لبنیاتی به ندرت یافت میشن و جای خودشون رو به غذاهای مدیترانه‌ای دادن. نظرسنجی‌ها نشون میدن بیشتر از 60% جمعیت اسرائیل رو وگان‌ها تشکیل دادن که عدد شگفت‌انگیزیه. تل‌آویو به عنوان شهری شناخته شده که بیشترین رستوران‌های گیاهخواری رو توی جهان داره، اونم بیشتر از 400 رستوران. کوتاه‌ترین سیستم متروی جهان. کارملیت در حیفا کوتاه‌ترین متروی جهان لقب گرفته. کارملیت در سال 1956 تا 1959 ساخته شده. این مترو از نظر تاریخی به عنوان قدیمی ترین سیستم حمل و نقل زیرزمینی در خاورمیانه به حساب میاد. در این مترو 4 واگن، 6 ایستگاه و در یک تونل 2 کیلومتری قرار گرفتند. بسیاری معتقدند این مترو یک پوشش برای اهداف نظامیه. اسرائیل بزرگترین بازیافت کننده پساب در جهان. اسرائیل در بازیافت پساب یکی از بزرگترین بازیافت کنندگان جهانه، به طوری که 75% پساب در این کشور مجددا استفاده میشه. پساب فاضلاب حاصل از خروجی‌های صنعتیه که مستقیم به آبهای سطحی میریزه. اما اسرائیل تقریبا تمام پساب‌های خودش رو پردازش میکنه و برای اهداف کشاورزی و صنعتی و خانگی مجددا استفاده میکنه. کارشناسان اسرائیلی با روش‌هایی مثل انعقاد الکترومغناطیسی، رسوب‌گذاری، سموم ناخالص و فلزات سنگین رو از پساب هضم میکنن و آب تمیز و قابل شرب رو تولید میکنن. منابع اسرائیلی میگن تا سال 2050 بیشتر از 50 میلیارد دلار برای ارتقای این فناوری هزینه خواهند کرد. مرغ برهنه، مرغ بدون پر یا به تعبیری همان مرغ برهنه، یک نژاد عجیب از مرغ که توسط تیمی از محققان به رهبری کاهانر در تل‌آویو ایجاد شده. هدف پشت پرده این هیولای ساخته شده توسط بشر ایجاد مرغی بود که در مقایسه با مرغ معمولی ارزان‌تر، کارآمدتر و مغذی‌تر باشه. به گفته ی تیم تحقیقاتی تولید کننده این نژاد، این پرندگان بدون پر هنگام مصرف گوشتشون توسط انسان‌ها هیچ خطری برای سلامتی ندارن. کم و بیش طعمشون یکسانه و ارزش غذایی یکسانی هم دارن. این مرغ‌ها سریعتر رشد میکنن و گوشتشون هم چربی کمتری داره. دوستدار محیط زیسته و برای پخت و پز نیاز به کندن پر ندارن. استفاده از مدل‌های لاغر در اسرائیل ممنوعه. صنعت مد در سراسر جهان در به کار بردن مدل‌های بسیار کم وزن مورد انتقاد قرار گرفته. منتقدان ادعا می‌کنند
مدل‌های دارای وزن پایین نه تنها سلامتیشون رو به خطر میندازن، بلکه باعث میشن در بین نسل‌های جوان استانداردهای غلط جا بیفته و بیماری‌هایی مثل بی‌اشتهایی و سبک زندگی ناسالم رو رواج میدن. اسرائیل در سال 2012 نخستین کشوری شد که قانونی در این باره تصویب کرد. در این قانون شرکت‌های تولید آگهی تجاری اجازه استخدام مدل‌هایی که وزنشون زیر شاخص و استانداردهاست رو ندارن. بعد از این قانون کشورهایی مثل فرانسه هم گام‌های مشابه اسرائیل برداشتند. یافا یکی از قدیمی ترین بنادر جهان. یافا شهری تاریخی در اسرائیل که امروزه با شهر تل‌آویو ادغام شده و شامل عرب فلسطینی و یهودی اسرائیلی میشه. باستانشناسان معتقدند تاریخ تأسیس یافا به 1400 سال پیش از میلاد به دست کنعانی ها برمیگرده. طبق اسناد باستانی و یافته‌های باستانشناسی یافا بیش از 7000 ساله که به عنوان یک بندر دریایی وجود داره و حتی پیش از تاریخ مصر باستان هم وجود داشته. این شهر در بسیاری از کتاب‌های مقدس یهودیان یوسفوس ذکر شده. یافا نقش مهمی در تاریخ یهودیان داشته، از جمله اولین جنگ یهودی رومی در این منطقه رخ داده. اورشلیم مقدس ترین پایتخت جهان. اورشلیم بعد از مکه در عربستان مقدس ترین پایتخت جهان شناخته میشه. این شهر نه تنها از ارزش تاریخی و فرهنگی عظیمی برخورداره، بلکه نماد ایمان سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام. اورشلیم در حدود 1004 قبل از میلاد تأسیس شده. این شهر اغلب به عنوان شهر سه دین نامیده میشه، جایی که ارزش‌های مقدس در هم تنیده شدند. در این شهر مکانی به نام شهر قدیم وجود داره که یک منطقه پرپیچ و خم با کوچه‌های باریک که به مکان‌های مقدس مذهبی منتهی میشن. کلیسای مقدسین که اعتقاد بر اینه که جایی که عیسی مسیح در اون مصلوب شده و مسجد الاقصی مکانی که حضرت محمد به آسمان صعود کرده و دیوار غربی جایی که یهودیان برای سرنوشت مردم خود دعا میکنن و مقدس ترین مکان یهودیان هم محسوب میشه. جالبه بدونید اسرائیل نسبت به کشورهای جهان دومین کشور دنیا از نظر چاپ کتاب و میزان مطالعه و خرید کتاب از سوی مردمه. جالبه بدونید تکنولوژی که ناسا از اون برای ارسال تصاویر و عکس از کره مریخ به کره زمین بهره میگیره در اسرائیل برنامه‌ریزی و ساخته شده. جالبه بدونید سیستم کامپیوتری ویندوز XP که اکثر کاربران اینترنت در سراسر دنیا از اون استفاده میکردن توی اسرائیل ساخته شده. امیدوارم این ویدیو برای شما سرگرم کننده بوده باشه و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینیم.